اگه میخواید یک مقاله غیر قابل رد که بشه توی نشریات کیوان چاپش کرد رو بنویسید، شما باید دو تا کار اصلی رو انجام بدید. در ابتدا به ساکن باید یک مقدمه خوبی رو بنویسید که نشون بده کارتون اورجینالیتی داره. اما چطور؟ شما باید ابتدا یک مرور پیشینه خیلی قوی انجام بدید. دقیقاً تحقیقاتی که تا به حال در ارتباط با موضوع شما انجام شدن رو لیست کنید و بعد از اون برید به سراغ یک مسئله پژوهشی یا یک گپ تحقیقاتی. یعنی بگید که با وجود تحقیقاتی که تا به حال در ارتباط با موضوع شما وجود داره، اما یک گپ تحقیقاتی خیلی مهمی وجود داره، یک سوال پژوهشی پاسخ نداده شده وجود داره که بعد در قسمت هدف تحقیقتون باید بهش اشاره کنید که قراره پژوهش شما به اون سوال تحقیقاتی بپردازه. وقتی شما یک سوال تحقیقاتی دارید که با وجود اینکه تحقیقات زیادی در موردش چاپ شده تاکنون به اون سوال پاسخ داده نشده، در واقع نشون میدید که کارتون اورجینالیتی داره، حرف جدیدی میزنه و قراره متفاوت از تحقیقات پیشین عمل کنید. اما قسمت دومی که بازم باید بهش بپردازید قسمت دیسکاشن یا بحث مقاله شماست. در ابتدا باید تشریح کنید که به صورت ساده‌ای نتایجتون به چه معناست و تفسیر خودتون از اینکه چرا این نتایج به دست اومده رو اشاره کنید. در قدم بعدی باید نتایج خودتون رو، مخصوصا نتایج کلیدی و اصلی خودتون رو با نتایج و یافته‌های تحقیقات پیشین مقایسه کنید. در این صورت شما ممکنه نتایجتون کاملا مشابه نتایج تحقیقات پیشین باشه که نشون میده کار شما همراستا هستش و علم موجود رو تقویت میکنه، اما ممکنه کارتون متفاوت باشه یا متضاد باشه. اگه متضاد بود میگید که در حالی که تحقیقات پیشین به یک یافته‌های متفاوتی دست یافتن، شما این نتیجه رو یافتید و شروع میکنید به تبیین کردن که چرا به این نتایج دست یافت. ممکنه نتایجتون مکمل تحقیقات پیشین باشه، نه مشابه باشه، نه اونا رو رد کنه، بلکه یه چیزی به اونها اضافه میکنه. باز هم شما میتونید اینو مانور بدید و نشون بدید که کارتون حرف جدیدی برای زدن داره. در نهایت این همه نتایج که تشریح کردید و مقایسه کردید باید بگید که خب که چه دستاوردی کارتون برای تحقیقات آینده داره، چه دستاوردی کارتون برای دنیای واقع داره. اگه مثلا برای یک درمان بیماری کار میکنید باید بگید اکنون برای درمان اون بیماری شما چه ملاحظاتی رو بیشتر دارید اضافه میکنید، یا برای تحقیقات آینده دستاوردهای کارتون و توصیه هاتون برای آیندگان رو هم بنویسید. اگه تونستید یک دیسکاشن قوی بنویسید که هم مشخصا یک دستاوردی ازش بشه بیرون آورد و هم یک اینتروداکشن یا مقدمه نوشتید که نشون داد کارتون اورجینالیتی داره، دیگه هیچ نشریه نمیتونه کار شما رو رد کنه.